شما هم وقتی گالری گوشیتون رو باز می‌کنید پر اسکرین شات از کلی متنه، چون که میره گوگل ترنسلیت اسکرین شات میگیرید و اون متن رو ترجمه می‌کنید. دیگه قرار نیست که این اتفاق بیفته. یه برنامه قراره بهتون معرفی کنم که به صورت زنده توی ذره‌بین میگیری روش، یه ذره‌بین تو اینجا واقعیت نمونه، یه ذره‌بین داره اون میگیری روی متن و برات ترجمه می‌کنه. پس حتما لطفاً لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید، کامنت هم بذارید. لینک دانلود اون برنامه هم تو کانال تلگرام هست. لینک کانال تلگرام هم توی کامنت ها پین شده. برو بریم. خب شما اول این برنامه رو نصب میکنید که لینکش گفتم توی کانال تلگرام اون هست و بعد از اینکه نصب کردید وارد برنامه میشید و اینجا میگردید، این خاموشه براتون، میگردید اینجا رو اون گلدونی میزنید، میگردید دنبال پرشین میگردید. بعد از اینکه گشتید انتخابش میکنه، حالا بذار ما دانلودش هم کنید، بعد رو اون کلیک میکنید و خارج میشید از برنامه. بعد از اینکه خارج شدیش این کلی قابلیت داره. یکیش اینه که مثلا کلیک میکنید بعد میتونید اینجا نشون بدید، ولی یکیش هم اینه که اون خیلی مهمه، اینجوری نگه میدارین روی اون چیز، بعد میگیرین روی متن. وقتی گرفتین روی متن ترجمه میکنه. من اون که ویدیو